سلام دوستان. خب نصف شوای خوبم نبود، خستم، طهارت کردم، اما جای نماز تهجد خوندم و دعا کردم. در حق فرزندا، در حق برادرها، در حق تاجیکستان عزیزم، در حق فرزندای فرزانه ملت دعا کردم و ما پیرانی کار، پیرانی روزگار دیده وظیفه ما دعا کردن های نیست شوای، یعنی که نماز تهجد. خب کمتر عصبی هستم. برای چی؟ برای که 4 روزه ماشین ما در штрафплощадка کرد. هرچند که رفتم گپ زدم، هرچند که گفتیم قانون بخوای که آزاد زندگی کنی، آزاد باشی، غلام قانون باش. ما قبول داریم، ما غلام قانون. ماشین ما مسکویچه که اینی خیلی کشاب کردگیه که نزدیکی 2 ارز انا مستعین کرده. الکتروموبیل 3175 بقه بگوی قم. هرچند که با این گایی نامحترم من زنگ زدم، گفتم من قشلاق دیم، کار بردیم، همین ماشین ما دستی پسرشم ده، همه حجتو هستم، همین را محکم نکه او هفته محکم کرده بودن. از شنیدن این گپ، این گایی نامحترم специально برد محکم کرد ماشین مرا. تو گایی ما فرمای تو را احترام میکنم و وظیفه تو را احترام میکنم. تو نول، تو این همین نولی، هیچ که تو در همین نزدی مردم هیچ که نولی. تو سخنی ما با تو برای چی بردی محکم کردی؟ برای پاپولار نشیدنت. خوب پاپولار نشوی، چون جانم پاپولار نمیشه. فهمیدی؟ جای نماز در حق دعا کردم. پاک و احد و صمد و بنده نواز و همین گایی نامحترمه. تا وقتی که ماشین من محکمه 4 روزه، 15 روز من برای تو 15 روز دعا میکنم. دعای بد، وظیفه بابا دعا کردن های، دعای بد میکنم. 15 روز میرم شترافه میسپرم. بعد ای خدا طلب دارم که مرا با تو برسونن، رو برو برسه مردم ده. من قطعی تو چخیلی گپ زنم. تو گوش کن، خدا زده گایی صدقه وظیفه شوی. تو وقتی حرمت احترام موی سفید نمیکنی، خدا تو را حرمت احترام نتیه. فهمیدی؟ گپی تاجیکای سربلند نای، یک سخن بسه. فهمیدی شما دا؟ میگن که درخت آب سبز میشود، آدم از دعا. فهمیدی؟ دعای بد رفته سیت دا. ما اینجا نمیگم، نه جهنمرگت میگم، نه ترمرگت میگم، نه خدا زدت میگم، نه هیچی نمیگم. ترا بالای جای نماز دعا میکنیم که تلفن ما آوازی مرا شنیدی، پلیس بزنی محکم کردی. ما در همین یوتیوب 2 کس مرا رنجوند. یک کس شب دعای بد کردم، نامش گرفتم. بعدی وای اصلاح شدنش دعای نیکش دادم. حاضر خدا خوشی های زندگی را نصیبش کنه، فرزنددار و دولتدار شود. دیم کم تره نمی حاجی معروف بسیار شانتاژ منتاژم کرد، کم در دلم رنجید، به صدمه دچار شد. دعای یوتیوبی میگن ایرا. تو را انتظار شد. گایی نامحترم. تو کی بابشه؟ کی خدا زده؟ همه گایی را نمیگم، ما آنمو گایی را میگم. تو خدمتگاری،
خدمتگاری این وطنی، خدمتگاری این مردمی. تو سلوگان نرودایی، دیلی تو غیر دای. تو حرمت احترام موی سفید نمیکنی، حرمت پدرت نمیکنی. قانون نمیگوی. قانون میدونه ما. قانون ما غلام قانون هستیم. ای همه بالا و بالاتر. میدونی چی قانون های؟ پیشوای معظم ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، عزیز دلی ما و شما مولا رحمان، زبان شیرین تاجیکی را گفتگی کی؟ زبان شیرین خطی گفتگی کی؟ قانونی آدمگری را فراموش نکنید. قانونی انسانگری را فراموش نکنید. تو وقتی که موی سفید حرمت نمیکنی، پاک و احد و صمد و بندنواز و این موی سفید تو آیا رسیدن میتونی یا نمیتونی؟ بسیار عصبی هستم برادرها. ما غلام قانون، لیکن قانونی آدمگری را رعایت کنیم. با مراجعت ما به همه گیو مبر حاجت به نزدیکی ترش روی، مبر حاجت به نزدیکی ترش روی، که از خوی بدش فرسوده گردی. اگر گویی غمی دل با کسی گوی، که از رویش به نقد آسوده گردی. سخنوی گذشتگان ما ای. شما چی قبقاتون میدوزین؟ ای شما هیچ که نمیترسه. ای شما که والله قسم هیچ که نمیترسه. قبقاتون ندوزین. خیلی ترش روی نکه خطا. چهره کشاده بگی. بفهمو. شورشی. پروستا کو گایو مروجیت ما به همه گایو. غم نتین. بابا را غم نتین. هم خازوی کشیدگیم کی؟ هم پسی بلندی های زندگی دگیم کی؟ ترمه را دیگی نیستم. فهمیدی؟ ما ارزوی ترمه ندارم. شما کو عزت خطونه بودین گایو چهره کشاده حرمتی موی سفید بودار میگم تره حرمت شد. همی در همی شهر خوب باشد 10-15 تا موی سفیدی تاکسیست هست. چی شما دیش؟ شما کسی که حرمت احترام موی سفید نمیداره خدا با همین موی سفیدی نرسوند. فهمیدی؟ یه خیلی مرده کن شما. چهار روز شد ماشین ما محکمه. 11 روز دیگه 11 ویدیو دیگه میکنم برای شما. میخزم نماز تهجد هم میخوانم، بعد ویدیو میکنم شما را. از همه مردمی سربلندی توجیستان عزیز بخشش میترسم. بابا هستم پام بالا بگوره این روزو پگه میبرم میمونه چون برم بگردیم مورم دارم اونجا مورم برم تماشا کنیم شهره مردم در درون میلوی چه تا بگید فقط بگی بر شترا پلاشد ای سرت بمونه. خدا زده بگم با خدا زده که من با احساس داشتگیم. بعد ایم شرکت ها 1000 شرکت برآمده تاکسی هزارها برآمده سبز سرقت کم براوام فیق رفته ایسا یا بباره خود نمیته. شما احترام را خوش میکنم. ایم شرکت ها نمروی مرا میدونید، نمروی مرا میوین. ما در زنگ زنید مرا شرکت قبول کنید که من دیونه نشم. شرکت قبول کنید نکلیکه را بزنم نوشگیم نکلیکتونم نوشگیم جمع کنیتونم بمونه مرا میا آرام در همون شهر برام خیلی مرا بده تماشا کنم. مراجعت به شرکت ها بسیار گوش کن. زنگ بزنین من شما رو زنگ نمیزنم نمیکنم شما را. شما مرا بکنین فایرات که بابا بیا شرکت بگو ما قبول کنیم برو ترم برابر این مردم بگردم شهر ده یا که ما حق نداریم بریم شهر. هم یک روزیم دو روزیم یک سالیم خیلی بیایم یک اهلانه زندگی کنیم پول ایسری همه میمونه. یک کفنی سفید قطی بریم شرکت ها یک کفنی سفید قطی میریم همونجا اعمال نیک. هم مرم قبول کنیم در اون شرکت
بخشیش عصبم وایروم 11 روز دیگه من ویدیو میکنم یکی میبرم مرا 15 سوتکه میشنم. شما کمتر ایمان داشته باشین، کمتر رحم و شفقت داشته باشین، پولتون میدونی پول میمونه. کفن قدی میرین امسو مرا شرکت قبول کنه